امیرالمومنین فرمود روز قدیر، شب قدیر افطاری بده کسی، میلیونی نبی و صدیق و شهید و سر سفرش میارن، یکی صدیقه طاهره است. بعد از این بالاتر فرمود آیا امیرالمومنین حکیمتر از او کسی دیده؟ میشه جزایی برای کاری گفت که تناسب نداشته باشه؟ ولو بنابر اکرامه، باید تناسب داشته باشه. اقتضای حکمت تناسبه. معلومه که اثر این اطعام انقدر زیاده که اینطور براش جزا قائلن. معنا نداره که امام برای کار کم ارزشی که 100 تا کار بهتر از اون هست اینطور پاداش در نظر بگیره. بعد از این که فرمود امیر صلوات الله علیه انگار انبیا و صدیقین و شهدا سر سفرتون نشستن، فرمود و ضمینه علی الله، من تضمین میکنم. امیرالمومنین فرمود و انا ضمینه علی الله عن الکفر والفقر. می اومدن پیش پیغمبر میگفتن آقا یا رسول الله پول نداریم، میفرمود استنزل الرزق بالصدقه. کسانی که نفهمن مدل اداره خدا رو میگن آقا من پول ندارم، میگی صدقه بده. پیغمبر میفرمود که صدقه بدید روزیتون زیاد بشه. پول خرج کردن در راه دین باعث گشایشه. حضرت فرمود من تضمین میکنم، وعده داده. الکریم اذا وعده وفا. فرمود من تضمین میکنم از کفر، یعنی انحراف پیدا نکنه، از ولایت به وادی کفر نره، و عن الفقر، دوچار فقر نشه. خب یه همچین وعده ای میده امیرالمومنین صلوات الله علیه که حکیمتر از او عالم به خودش ندیده. این نشون میده این اطعام اثر مهم داره.